مردک آی رفت حاضی خانه ها ما با دوز در آمد شما چیکار میکنی؟ دوز با چی دکو؟ چی میشد یکان چیزای قیمت بها تیلا اما گرفته رود چی؟ ما گرفته رود تیلا شما این گفتان که چی گفتنی مردک؟ تو با یک تا گمزو نمیشه شما با من بیان گلسره اگر همین خداوند دویم بار اگر همین یکو دویم بار تو با همین عمرتیت با من به مرسیدی می تو؟ خودتان چی؟ کور اساسو یه بار گم میکند زنه دیدید می فقط گفتان همین اصلش بگیری؟ مردک گوش کنید اصلش بگیری مگه همین پولی دادم نمیه بود همین خانه در همین چیز چاره های یگان تش نبود اصلش بگیری اگر پولی دادن نمیشد با نام نمیشد انا دیدید می دیلش به سخمی رسنم که فکر نمیه کنید من شوخی کردم جانی گوش کن شب به آدم خواب میرد شب خواب میرد خواب رفتگی کجا رفته است یک دمک صحبت کنیم چی شده است داده جان است همین ماه هم آشتانو ندیدم افتمتی پول میداده که ویران شد زنه افتمتی پول کار کنن ناس که کار دسته پول قبول کنه کش وای منظوری خانه سوخته تا با نغزگه قبول کرد دسته پولای رستا کشانید مایلش شب نفته روز نفته کشاندن گرید چی؟ خانه سوزد باید چیه کشاندی اما؟ وای مستوره یک معاش عدیل کدریش کی خانهش به میبیل میخرد من با دینه دیدم توشش به انمی قدر تراسی تلا آویزم از کجا وای گوش کن منو بین گوش کن همون زنک یک چی خردگه خانیمو دارم جنگه سالی خودت دور من نمیشناسم وای منظورتمو مستورتمو دیگر خودمو داشته آمده که جا من نهمی من توی بزور میشناسمو خورا فقط گفتانمی داداش ها سال استتار خورا ادم دیلما کفون دید شما نمیدی شما نمید ادم خورا ادم میاره تا ندا بایی یا جدا شویم مانی میدیگر شما من ناز نمیه بینید بایی ناز نبینم من توی آخر همون ماتریال یعنی وای نامش چی ریشی اسامه بن لادن 450 سوم بخیر دادم تو یه مراد وای متای گست دادگیتان زنی بابا خانه ولکن زحچه ما همون پشتگی هر دوش یک خیله ها کو چیکار کنم همین کرته تو یک خیل گفته این محل کوچم نیه داداش ما این محل کوچید گفت سادگی نیایو من خیالم داده جانش خودم پشتگی لباسای هیچ کس نپشتگی باشد میخوایم هیچ کس نپشتگی میگرفتم شو تاورته من فقط 7 متر صوف میبیارم میپیچی همون با دادم خورم گوسره دادم خورم دیدید می چشم کده پوش در نیکفام بمیازی شما در نیکفام بمیازی اوی فقط میخوام تو بکرم زنهای آدم ها فیش ساعتی هفه بیگا با دادا جانش مردک بعدی دو روز کدام روز خاطرتان به همی جانه بولی اخدانه بین همجانه کلندر های همونه گیر و همونه بین نیه من کلندر کی کارم نیه من خیالم به از دبان شیرین شما شنوم بعدی دو روز کدام روز دادش خانه خالت به داماد تابان گفتم نپرسته برفتی آمدگی تنه زده دندانی کاسشتری ازم دم که 8 ماه شد مانی دمی شوخی آتانه دادش یک شوخی کرده شما دندان بود افتان دیده دادش کش کنید من گوهم نباشد اسمم نباشد دگر دادا جانش آی بعدی دو روز رسا 20 سال می شود که هر دیمان آیله دار شدگی دادا جان کش 20 سال پیش اگر بالات بیت بالشته مانده بوغی میکرم پگاه جواب بود دادا جانش که چی گفتاد خودتان من بگم زنید نگاه کنید داداش چی میشد که همین به شرافتی 20 سالگی آیل دار شوی ما یک گوسفندچه گرفته سرکشه هم تو گریمو خیش تبارا یارو دستنامای جمع کرده یک خانه با آبو زیافت کنیم دادا جانش چی گفتید؟ دادا جان شیرینش گلسره جان گلسره جان گوش کن
همین منو تو یک تا شدن گیام با ها. ای بی همون گوسفند بیچاره چی ایه؟ خالی مجیبت جیغزن من خودم کالشه میگیرم همون موی تو کتش نوز کرده بود مشروط کنده بود پروکلیت تا دین من تو جا دادم یک بار که بزیاد نونی ربید نیست دیگه من گم نزنی خدا با شکر یک حتی شبیه همین کتی گم نزنی دیگه من با تمام دیگه با توی هم گام نزم من با جدا نقص دیگه گم نمیزنم من اکو سمات او اکو سمات کسی در کدام خریدارتان اومد با همیخی گاز ده با سهار کری اکو سمات او دم نشده مو او اکو سمات السلام علیکم السلام علیکم اکا جان السلام علیکم بخشش دی اکا جان در حقیقت خونتان تاریک شده است یا همین من ساختمانم خیلی دلی شما بزدم دی اکا جان عذر همین استاهای گفتم که از کم از شیفره فروارد مونتون گفتم من خودم هم تو کار برفتم بیام قاعده شیفره گفت دوله بی تریزی شما به تحقیر من بس اکا جان خونتان تاریک شده است گفتم من همسایه رفته گپ بزنم اکا جان ساعت حوزه چند ساعت 4:20 اکا سحره شما به چی شد بیگانه 16:20 اکا جان عذر میبخشید من حوض میگم روش میشد خونتون عذری من همسایه جان با یک شبی دراز با همین کتی ای نه بهترش کارخانه با رفته خواه میرم زنک من کار با ای داداش نهاری نخورده کجا میرید یه وای تا به روزی کلانشو دست میاد وای خدای هر کسی دل آدم هیچی نمیه جدا تقدیر تو بخواب من تدبیر تو برای من تقدیر تو بخواب من تدبیر روی بالین سردی هم یاد رویت میکنم روی بالین سردی هم یاد رویت میکنم شبی خوابم تا سحر جستجویت میکنم شبی خوابم تا سحر جستجویت میکنم
تبریکی ما غالب جان یوسفوف و گروه گل دخترانی ما هستیم. عکسای بلندی ما دوستان ارجمند. خنده خنده ای خنده هستی بکس زیبنده از قهقهی تو هرگز نمیتونم دل کنده از قهقهی تو هرگز نمیتونم دل کنده خنده خنده ای خنده شادی خنده نقشی آبادی خنده نشانی شادی خنده نقشی آبادی خنده شود از خنده خندی دل مرده ها دل زنده شود از خنده خندی دل مرده ها دل زنده خنده خنده ای خنده دریا زنده با خنده صحرا زنده با خنده آفتابی خندان هر روز نورش به ما فکنده آفتابی خندان هر روز نورش به ما فکنده خنده خنده ای خنده مشکل آسان خنده با روی درمان از خنده مشکل آسان خنده با روی درمان شیرین شیرین بخندم دراز شود عمرمون شیرین شیرین بخندم دراز شود عمرمون خنده خنده ای خنده برایم ناتکراری هوشم را میبری از همه دلجویی از همه شیرین تری خرسندی دل منی نازکتری از همه خوشبویی میخواهم مزه‌ات رو چشم شیرینی‌های طالب جان زیاده از 20 نمود تورت‌های تویی را برای شما پیشنهاد می‌نماید. شیرینی‌های طالب جان حیات با ما شیرین و شوق‌آور. سراغ نزدیکی автовокзали کهنه در پهلوی فابریکای دوزندگی. تلفن برای فرمایش 92 911 11 99. شیرینی‌های طالب جان. منوچهر دور به نرو لباس تا خاکلای نکن جانی آچه منوچهر جان بچم باشیم بالای ماشین آپیابا نبرو میرس ببرو قیمت ببرو پرویز جان نزدی دختر چاپ نرو روته میکند بها گوش برو کن ببرین توی از اساسا باشد سنگی زن توی اما خیلی کلش با تا بکرم توی بین آخر پرویز در داد من نرفتم مور زورا نرسا تیله کن کلش آهم بزند کپت خونش براد اوی سالی استتر اوی منوچهر جان نبیاری من چی دست؟ سرش به زن بسادید خواهرم اما بچه خودم گم سدیم توبه بچه خودم هم گم نزنمی و فرزند خودتان می؟ ها؟ چند با برام دید کی؟ خدا بشکر 45 بیه وقت شدگیش نیمی؟ چه خیلی بیه وقت توبه منوچهر جان دور به نرف نامی من مهری نیستا بحری نیستا اکدام دام شما؟ من همین من همین؟ کیام تانکی ما 8 ماه شد داداش خود جنبت کاروای کرگی همینجا به آمدیم ما از چاروق دایران ما همین طرف های بای اسپرا چند سال باز همجا به ایجارشتیم آمدگی دادشتیم الان این خانه دیدید من این خانه؟ ها؟ الان وای آینه دیساتید می؟
او پاجامه آویزان می جامعه شوی هیکو جامعه شوی بولوارد ها، آویزان ها، کردی ها، ها. انا همون پاجامه پاچکی چپش آینی ما تو پاجامه های آویخته گفتید که خواهر ها شهری ها به من حیران میشم طرفای مانده تا بکنم ما کوه چند جامعه شوی میکنیم و خانه به میآویزیم اینها نبرات بود از همش خانه شند نکره بیرون به میآویخته است خانم آنها این طرف هنگی من هریشاد که سفید هست کو ها آینه هاش تنی راونی میگنده داشت وای تنی راونی نیه تا شما آمدن و خانه سوختگی بود اگه جدا نمکن آینه هاش سیاه ها خلاصی گپ هم تو که خواهر جان ها. راستی که بگویم همین منوچهر جان من به نبیره میشد نبیره همین داماد هیچ دوستی همین خوشتامن نمیشده است ها، بچی راست. کس ها همین سحر یک چارت یک سبزیه گرفته پوستش کنده استمگر گوید تلویزیونی سبیل مانده گوید و نشان داد درباره مارا برنامه نشان داد منوچهر جان دویده نزدی و دامادم ددش پامده دده مارا گپ میزند میگفته ماند گوید و خانه ساخته من به نیا کره بوا جان جیم نشینید میگفت زیق شدم یه خوهر زیق نشودی این مردا همشه میخیل من این مرد که منم همین خیل جهلاش گنده ای خوهر جان زیق ماندن نشودی. میگیرید خوهر با این سهر گویم که داماد جان جارو به ندیدید میمه یک روی که حولی رو هم گفته مانم میدونید چی گفت چی گفت؟ شما با پریدم به می یا رفتم به می گفت اگه بیگانده نگفته است که خوهر بالی چی رو بانه کی می پرد شما یا عجیز کمپیر گفت می گفتگیش نیه فهمم زیق شدم خودم زیق خودم نشوید گفت دیم کو همین مرد که منم همین فقط دیر میبیاد شب به وقت دیر میبیاد اکو مردکو دیر می بیاد دیر آیده شیر آید مورد اکو شیریش یک روز یک شب نگاه کنم که 3 سحر آمده است نبیاد تقر شد نبیاد نست بود نگاه کنم عراقی در شو است پیش در بستودم بید ولی جانکا گفتم نقص کردی موری چقدر نقص کردم نامی شما خود جان جمشید جان به همین دیرایش گم شد نبورید شما منم همین بی پرواگی مردکا با حیران میشم باباشو من گفتم منو چیرم دادای این رسیه رفتگی بود باباشو من گفتم یا بیگونی اباخچه شما گرفته بید آدم شده گفتم دی منو چیرم من کارم ایدام و طالبان میرفتگی گفتم یک محل گوی چیکار کرد هوای صورتی نبیرم تیه گفت صورت تیه گفت نبیره آدم صورت کی میخواد می هم تو دید گویده شد من یافته می بیام گفته 16 تا باغچه گشته است 16 تا 16 همش برود و معلمش هم شما کیه مک جان شما نشناختیم کیه گرفتم به آمدگی شما گفتم اون دیگر من به فرقش نه لوبایش تی پگا آورده میتیم گفته است وای مرام نخواد بابا نبیرم خیل کنم بی پرواگی ببینید بی پرواگی من زیاد میشه باید شو هم وایدی افغانستان به خدمت کرده دی افغانیست میگم به همه اینترنشنالیست میگوید مورد کو اینترنشنالیستیش ماین سرش بایران شدگی چوا بازار ببین فقط من پیش میکنم ایوا شما بازار به همراه میری تو می شما نمیر تو می ما عمرم بیناش یک بار شوهرم که بیرون برامدیم خانوما پجر شو وا بیچاری پاچام علاوه سوخته نمور از نفت گفته از دستم قپیده کشولا کرسیان منم هم تو رفته داداش همیشه مهرتان توفتو من نغز ببینید که من کشولا کرسید میگفتم نه دستم ده انگشتری نه نسوز وای مرام توبه اما گفتم کو شوهرم افغانستان بگفته منم گفتیم که من اینقدر عزت میکنن اینا دو قدم پیشان در رو من میگن اینقدر عزت میکنن گفته فهمم وای معناش دیگه چیز بود است چی بود است پرسم کار شوهرم میگن که ما هم افغانستان خدمت کردیم من دیدگی مردم افغانستان زنهاشون هم خیلی دو قدم اخداشون پیشان دگیرا میگردن چون که مینه کفیده ماند بوم بس کرده همون زنهاشون مرا ما مردکا ساخت میشیم خاناتا سوزن منم میخیر زیق میشم ده زیق میشم منم زیق میشم توبه کنم خدا یک کار ده دوگانه جان شما هیدی من دلم خالی کروسم من اینجا به همسایه بازی بخوام کفی خور کفی دلتون کفی چوبه کفا دلتون خالی کن گویی اکو طرفای ما میگن کفی دلتون کفی میگن منو چیر چیکار کراسی تو اونجا این طرف بیا بچه جان خیر سیب خندت نکی دختر چهابا این طرف بیا ما خدام بیا ما یک گپ قشه بد اکو یافتم درد دل ما باش بگو خدا خدت یا این طرف بگذارید خواه این طرف لکه چوب ساته یک روز گویید خواهر جان یک روز گویید سحر که نگاه کنم افزای مردک دیگه خیل خودش این خیل شانه های گرفته شانه کراس کاستیمای نوش پشت است من گفتم هی روزی یک شنبه کجا با میدونیم چی میگه بوسکشی با محله همسایه بوسکشی ساز یک اسبای تماشا کرده بیام منم اول زنهای لاخنی
من گفتم که تستا روید اسپتان 3 بار تلفن کرد. ناز کردید خواهد ناز کردید از گفتید و خاطرم به یک دبا واقعی شدگی آمد در روز نگاه کنم مردک آمده است این که پشند یک تاری درازی زر گفتم ها مردک گفتم و چی با گفتم نغمی نب کتفتان تاری زردی دراز از کجا این ها؟ از کجا گوام گر زنک این قلی اسبی هاتم با حاضی گذشته استم گر یک دومش جمعات قلی اسب ما گپ نزدم دیگه روز آمد نگاه کنم مگر این طرفشنده با یک تاری درازی سیب سیاه گفتم ها اینش با چی قلی اسبی کی اینش گم مگر انی زنک این تاری موی بوزی انی همسایه بهانه بعدی باید نگاه کنم گر کتفا تاپ تازه هیچی نیست منم کم کم شوخیم هایدی گفتم ها داده جانش روزه کتان زنهای کلب ما میگفتن نموری چی با گپ استا بودید انچه مارچش مایم خواهر جانی عزیز باور کنید روزه که با خانه های من بم شما آمده ایستید ملش می خدا خواهد خدا خواهد من راستی گپ یعنی من همش دختر فرزندام چند تا دخترتان هایی که؟ یکتا یکتا قدر واهیمه کرسید خودی 5 تا 6 تا 8 تا بایی؟ من فیگورم سخرانیت کرگیدیم یکتا دختر کده بر بیر فیگورتان حیران شدگی خواهد اکو راستی گپ دختر کلام کنی هم قیم بنامون یک براری هم قیم ده و سبیل مانده دامادی من عبدالربی نامش یک روز هم تو چای خورده اشته بوا جان لبای عبدالربی جان من عبدالربی جان میگم روی یکی عبدالربی جان میگم در اون که کشم میگم دخترم بیچاره بیشتر سایش دیوار میتراشید نه دیوار اسایش میتراشم هم خلاصی گپ زنی من گفتم ها عبدالربی جان گپ زنی داماد جان کم گفتم اونم ما یک تا پوتیافکی زمرات کتی 8 کس دم گرفتیم ما گفت چخیل 8 کس دم من گفتم چخیل یک تا راحت کتی شما 8 کس دم گرفتیم گفتم اونم شما به هوای راحت دادیم شما برفتید ما خانه دم گرفتیم بس همین قضیه شدم بعد همین غلطه که چیل گرفته خودم آویختم وای چیل شما برداشت میخواد نه نیت ام با خواهر جان روزه که با یک بار بید دیلکومه خالی که هر دمو شنیم ملش می خدا خواهد که منم داداش کی آواره داداش یک کاری ناز یافتگی هم بشده ما میجنده کدام کار انده کی ویا یک روز من از شما 1000 کس می بیام ای وای رئیس می رئیس گفتید ماندی تابه نزدی رئیسا به 1000 کس میرفته باشم نزدی داداش به 1000 کس می بیام کنی گازنی چی کوچنا پاپ کارن میفروشن داداش هر روز 1000 کس آمده پاپ کارن میخرن توبه دادی مویا میخه وای نه دادی مویا کارشان زر چیکاره پاچا کمازیست دلی رسمی بلیجنی ریس با بلیجنی ریس شم برو آمدگی میخواهد شهر تا چشمه چشمه تا شهر چشمی خدا مامی آنجا به یگان زباد نیه کم از چی بمیرد اونجا نه بیگانی ها به بعضی آدم ها چیزای برورده میپتک کو هوای شهر گنده نکنه گفته برورده میپتک گفتم نزدی دام ما به در کرده پگاه روزا شباب آمده همون یه شیقای گرفته خالی میکنه شش ما بودینده سوخته مرید خیر منوچهر جان بیا کو من گپم بسیار شد شما که تگوید بخشش دیه ملش می صحبت باقی خواهد باش ما بیایید فردی جانی بابا خیر منوچهر بیا در بیا خانه بیا هر دو ما یک جا میریم بیا ای پول بیا زینا و هم دوست شویم بیرون زیبان کمد برو هر دو رویم ای پول بیا زینا و هم دوست شویم بیرون زیبان کمد برو هر دو رویم فرزندی کلانیم ندارد انجام نیستی بود در خانه جنجال هر شام ای تلخ است که زندگانی به تو گذرد
هیچ کس نرسد پولکی نباشد در جنگل شوربا نپزد ای پول ای پول ای پول ای پول ای پول ای پول تو هم کوپروکی بینی دو دریا باشی حیوانگری بینی دو آدم باشی هر بار که در کیسه تو پیدا گردی تو دارو هم درمانی هر بیماری ای پول بیا زینا و هم دوست شویم بیرون زیبان کمد برو هر دو رویم ای پول ای پول ای پول ای پول ای پول ای پول گشتی و ولی در چشم ما هستی جوان خندین کمان از لطفی تو خندان لبان 10 سال گشتی و ولی در چشم ما هستی جوان ای دوستان 10 سال شد خندین کمان باشد که باز 10 ساله ها خدمت کند بر آدمان ای دوستان 10 سال شد خندین کمان باشد که باز 10 ساله ها خدمت کند بر آدمان از جان دوست دارم تو را خرد و کلان پیر و جوان جمعی دوستان خرد و کلان هم دوستان هم عاشقان از جان دوست دارم تو را خرد و کلان پیر و جوان جمع دوستان خرد و کلان هم دوستان هم عاشقان ای دوستان 10 ساله شد خندین کمان باشد که باز 10 ساله هم خدمت کند بر آدمان ای دوستان 10 ساله شد خندین کمان باشد که باز 10 ساله هم خدمت کند بر آدمان حسن و لطفی لطیف داروی دردی آدمان ایسا کنی با حجف تو کم بودی دور و زمان حسن و لطفی لطیف داروی دردی آدمان اصلاح کنی با حجف تو کم بودی دور و زمان ای دوستان 10 ساله شد خندین کمان باشد که باز 10 ساله ها خدمت کند بر آدمان ای دوستان 10 ساله شد خندین کمان باشد که باز 10 ساله ها خدمت کند بر آدمان جای تولدی تو است گرچه خوجندی باستان آوازهی تو شد بلند حتی کتابانی جهان جای تولدی تو است گرچه خوجندی باستان
کشور و بیرون از آن. مخلص که داری به شمار، حتی نه تنها تاجیکان هستن هواداران تو در کشور و بیرون از آن. ای دوستان ای دوستان، در سال شد خندین کمان، باشد که باز در سالها خدمت کند بر آدمان. ای دوستان ای دوستان، در سال شد خندین کمان، باشد که باز در سالها خدمت کند بر آدمان. شکر زیاد. دوستان عزیز، راستی گپ گوییم ما اهل هنرمندان تئاتر استودیو خندین کمان با چه نیت انمی شیرینی را روی صحنه برآوردیم؟ با نیت آنه که حیات همه شما نیست مثل انمی شیرینی همیشه شیرین باشد. سلامت باشید. آمده بسیار ما خرسند کردید. رحمت کلام. کنی پوف کنیم چه؟ 1 2 3 رفتیم. رحمت خدا.